بچه من میخواد آهنگ تولد مبارک رو بخونه. بخون عزیزم. تولد. ببین اون یکی موز رو میدی بچه من؟ آره یه دونه خورده یکی دیگه هم میخواد. موز به تعداده؟ این بچه مادر نداره نه بشنوه. اون بچه حواسشون نیست بده. الان بچه میخواد شمع فوت کنه. واسه بذار بچه من شمع فوت کنه. بیا عزیزم بیا اول تو شمع فوت کن. آره خود خالی گفته بیا. حالا بذار با هم دیگه کیکو ببرن. ببین مگه نه لج میکنه دیگه. عزیزم برو کنار اول بچه من یک با کیکت بگیره. آفرین. چیکار کنم بچه هست دیگه دلش میخواد. هر تولدی میره میگه باید تولد منم باشه. چون مسئول تقسیم کیکی. ببین اون تو ترنگی روی کیکو بذار واسه بچه من. بقیه بچه‌ها که نمیخورن. ببین لج میکنه گریه میکنه اعصاب هممون خورد میکنه ها. اون تیکه بزرگرم براش بذار. همه برید کنار. اول بچه من میخواد تکی برقصه. نه تو نه دیگه عزیزم برو کنار. میدونم تولد توه. مثلا اول تکیشو برقصه بعد تو بیا. چی؟ کادو قرمزه؟ عزیزم کادو قرمزه رو میدی بچه من باز کنه؟ نه واسه خودش نمیخواد خاله فقط میخواد بازش کنه به پسش میده. بده دیگه لج نکن بده. غذا چی داری؟ ساندویچ؟ خب واسه بچه من 2 تا بذار با یکی سیر نمیشه. یه کاریش بکن دیگه یعنی چندش میگی به تعداده. خیلی خوش گذشت ما دیگه بریم. حالا میگم اون بادکنک‌ها رو میدی بچه من ببره. آره عاشق بادکنکه. نه همش رو میخواد بده.